بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیزم، خواستم درباره این ویدیوها و در مجموع رولیک های تاجیکی که به عنوان ویدیوهای تربیتی در شبکه های مجازی نشر می شوند، درباره اینها فکر و نظر خود ما بگم و ادای مسئولیت بکنیم و متوجه باشیم که سبب این همه بدبختی ها و سبب این همه ناباوری ها و سبب این همه بی‌اعتمادی ها و سبب این همه فسق و فجور و سبب این همه که جوانهای مسلمان تاجیک به حرام کاری دست میزنن و به دختر همسایه و در مجموع به یک ناموس خواهر ما و شما که خیانت میکند و سبب اینکه طلاق‌های بیشتر می شود در این شب و روزها و در مجموع در جامعه ما و شما مردم زندگی خوب ندارن. سبب این همه برادرای عزیز این ساختن این ویدیوها است و پهن و نشر چنین ویدیوهای فسق و فجور و فحشا و چنین ویدیوهای عشق و عاشقی هست و متوجه باشین که این همه پلان دشمن است. این همه پلان غرب و شرق است که مردم متدین و مردم مسلمان آنها بدین بسازند، آنها بعفت بسازند و آنها دیوس بسازند و آنها را به غیرت بسازند به مثل خودشان که به ناموس آنها یک از چشم درازی میکند یا اینکه به دختری آنها یک از عیش نوش میکند و عاشقی میکند و به او رفت آمد میکند و به او هیچ پروایی ندارد. میخواهد این قسم دیوسی را در جامعه ما و شما پهن و نشر بکند و به این پلان خود رسیدند. متاسفانه به سبب اینکه این رژیم بدینی خونخوار و این بدین پلان شوم آنها را در جامعه پیاده کرد و مسجدها را بست و در مدارس ها را بست. تعلیم تربیت دینی از جامعه اسلامی ما و شما از بین رفت و این خاطر است که این پلان غرب و شرق و این دیو ساختن در وطن ما و شما پیاده شد و آنها به این پلان هاشون رسیدن. متاسفانه پس متوجه باشین که به سبب اینکه این رژیم فرعون بدی ملاهای ما و شما را از جامعه دور کرد و مدارس ها را درهاشون بسته کرد و مسجد ها را درهاشون بسته کرد و مسجد رفتن برای جوان جریمه مقرر کرد و این را یک جرم مقرر کرد. پس به این خاطر است که بعضی از مردم متاسفانه ذهن آنها نمیگیرد به گفت خودشان که آنها کار خوب میکنن و آنها بعضی از فیلم های تربیتی میسازن به گفت خودشان، شاید که آنها نیتی خوب داشته باشند اما این کار خوب نیست. از ما و شما الله عزوجل وقتی یک کار خوب میپذیرد، وقتی یک کار ما یک عبادت محسوب میشود، وقتی یک کار ما به درگاه الله قبول میشود که او دارای دو شرط باشد. یک اخلاص، یعنی که نیت خوب داشته باشید، و دوم ای که او مطابق شریعت پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد. و هر کاری که ما میکنیم در جامعه باید که این دعید دو شرط ما بالای سر او حاکم بسازیم و بعد از او کار ما یک عبادت و یک کار خوب و یک کار می شود که او به درگاه الله قبول می شود. پس شاید شما کار نیت خوب داشته باشین اما این کار شما کار غیر شرعی هست. باید متوجه باشین این به جای کار خوب پهن کردن فسق و فجور و فحشا هست و این ذهنیت مردم، ذهنیت جوان، ذهنیت طفل خراب میکند. در اون ویدیوهای شما میبیند که زن
خانه، عنوان فیلم ها چی است؟ زن خانه در نبود شوهرش خیانت کرد. پس تو متوجه باش که یک گپی را در ذهن جوان تا انداختی، یک گپی را در ذهن اون دختر یا اینکه اون پسر تا انداختی که در نبود تو، در نبود شوهر، یعنی که میشید است که خیانت بکنن، چون که بعضی ها خیانت کرده ایستن. یا اینکه شما ویدیو میسازین به خاطر یک گویا یک پسر به یک ناموس دیگر دست درازی میکنه و عشق و عاشق عیش و نوش میکنه و در بالاخره گویا که زندگی آنها ناخوب میشه و شما برای جامعه نشان میدید که یعنی این طریقه خوب نیست، این عاقبت بد دارد. اما شما پیش از این را متوجه باشین که شما این طریقه عیش و نوش برای آنها تعلیم داده استین، یاد داده استین و این جنبه بدی در جامعه هست. اما جنبه شرعی را نگاه بکنیم، این همه فسق و فجور است. تو چخه با اون خواهر بیگانه تو میره صحبت میکنی و اون خواهر بیگانه را تو زن خود معرفی میکنی و اون خواهر بیگانه او تر یک شوهر خطاب میکنه و تو او را در روی اکران میاری، چهره زیبای او را، یک ناموس میاری، او را برای مردم تقدیم میکنی. میفهمی که این چقدر گناه است. پس متوجه باشین وقتی که این گونه فیلم ها را میسازین، متوجه باشین که شرعاً حرام است این کار شما و اگر چی شما نیت خوب داشته باشین، چون که این مطابق سنت نیست. الحمدلله الله عزوجل برای ما و شما دین نازل کرده است که تمام جنبه حیات زندگی را، تمام جنبه ها را مد نظر گرفتگی هست و این دین تا به روز قیامت جوابگو هست و ما باید مردم به دین خودمان بفهمانیم، به طریقه پیامبر صلی الله علیه و سلم بفهمانیم. وقتی که این دین آمد، جامعه عرب که پر از فسق و فجور و فحشا و پر از بگیم بدبختی ها بود، این دین اون جامعه را یک جامعه اسلامی و یک جامعه پر از مهر و محبت و یک جامعه ترقی و پیشرفته تبدیل داد. پس باید که ما و شما این دین در جامعه ما حاکم بسازیم و ما گفته الله و رسولش برای بگیم نصیحت، برای زندگی خوب داشتن، برای ترک فسق و فجور و فحشا باید سخن الله و رسولش برای مردم تقدیم بکنیم، نه اینکه فیلم های فسق و فجور و فحشا تقدیم بکنیم به خاطر نیت خوب. این همه کاری بد است، این شرعاً درست نیست. برادر عزیز متوجه باشیم. از اینجا در مجموع ایره گفتنی هستم که ای مردم متوجه باشین که سبب این همه طلاق کردنی ها، سبب این همه بدبختی ها، این پهن و نشر این ویدیوهای عیش و نوش و عیش و عاشقی و این بدبختی ها است و این رژیم رحمانوف به خاطر بدین ساختن ما و شما و به خاطر دیوس ساختن ما و شما، تا اینکه انسان که دیوس بشود غیرت او از بین می رود. پس وقتی که غیرت انسان از بین رفت، این حکام تمام ظلم و آزار و اذیت بالای سری و مردم به غیرت دیوس انجام میدهند. پس به خاطر دیوس ساختن ما و شما اینها دری مساجد بستن، دری مدرسه را بستن، علما را بندی کردن و مردم حق گور از وطن بیرون کردن. پس به خاطر این در برابر این چیکار کردن؟ درهای بگیم ویدیوهای فسق و فجور و فحشا را پهن کردن باز کردن، دیسکتیک ها را باز کردن، فحش و فحشا بد اوج خودش رسیدگی هست، شراب خوردن آشکارا هست، دیگه تمام فسق و فجور و فحشا آشکارا هست. پس در برابر اینها دری رحمت، دری نصیحت و خیرخواهی را که او در دین است، این در بسته کردن و در برابر اون بسیار درهای فسق و فجور و فحشا را باز کردن و پهن و نشری بسیار فیلم های هندی و دیگر ترکی و همه اینها عیش و عاشقی و دیگر فسق و فجور و فحشا هست. و شما ببینید که هر فیلم تاجیکی که میبروید، همه اون فیلم های عاشقی هستند. پس شما متوجه باشین که این همه به خاطر
دیوس ساختن مردم ما و شما هستیم. متوجه باشین که این همه سبب بدبختی ها، سبب این خیانت کردنی ها، سبب این که یک جوان دیگه نمیتواند که یک دختری باکره، یک دختری با عفت پیدا بکنه که یک زندگی خوب داشته باشه، این پیدا کرده نمیتواند الا ماشاءالله سبب این همه پهن و نشر این فیلم های فسق و فجور و فحشا هست و سبب رأس این حاکم بدینی دیوس هست که میخواه ما و شما را دیوس بسازه و بالای سری ما و شما حکومت بکنه. پس متوجه باشین و این ویدیوها را بگیم از بین ببرین و کسایی که این ویدیوها را میسازن گرچند که نیت خوب هم که داشته باشن باید که متوجه بشون و از الله بترسن و جامعه را به سوی فحشا، به سوی بدبختی نکشانند. چون که ما و شما دین داریم و دین برای ما و شما طریقه اصلاح، طریقه ترقی و پیشرفت، طریقه زندگی خوب، همه این طریقه ها را دین ما و شما مد نظر گرفتگی هست و هستند و ما بگیم یک جامعه خوبه و چگونه یک مهر و محبت و چگونه یک پاکدامنی را باید که از دین جویا بشیم. انشاءالله که این دین است که پاسخگو برای هر جنبه حیات ما و شما می باشد انشاءالله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.